روز پنجشنبه کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پامپئو اعلام کرد که برای هماهنگی اقدام‌ها بر ضد ایران در دپارتمنت دولتی آمریکا گروه کاری ویژه تشکیل می شود. او گفت دیپلمات و مشاور بلندپایه براین هوک به حیث نماینده خاص در امور ایران رهبری این گروه را بر دوش می گیرد. ماه می واشنگتن از سازش هسته‌ای تهران با کشورهای ابرقدرت دنیا بیرون شد و تحریم ضد ایران را از سر گرفت. با قول پامپئو، هوک در تهیه استراتژی فشار دیپلماتی و اقتصادی بر ایران سهم بزرگی دارد. ما این چاره‌های فراگیر را در مقابل ایران از آن سبب پیاده می‌کنیم که فعالیت ضررآور این کشور خیلی وسیع می‌باشد. از تلاش برای دسترسی سلاح هسته‌ای، پشتیبانی از تروریسم، رخنه‌گری در فضای اطلاعاتی، کوشش تولید موشک‌های بالستیکی و بیشتر از آن، رژیم ایران نیروی پشتیبان از نارامی و خشونت است. استراتژی نو ما به خاطر رفع تهدید ایران بوده، گروه کاری ایران تطبیق آن را نظارت می‌کند. ایالات متحده آمریکا تأکید کرده است که اگر جمهوری اسلامی ایران به مذاکرات سازش نوی هسته‌ای حاضر شود، لغو تحریم‌ها امکان پذیر خواهد بود. اگر رژیم ایران نشان دهد که به تغییر زیربنایی رفتارش آماده است، پس پرزیدنت آمریکا هم آماده خواهد بود که مکالمه برای دریافت راه حل را آغاز کند. اما لغو کامل تحریم و احیای روابط دیپلماتی و اقتصادی ایران با آمریکا تنها در صورت تغییر جدی رفتار ایران به وقوع خواهد پیوست. احیای تحریم‌ها وضع اقتصادی ایران به ویژه قرب پول ملی جمهوری اسلامی را ناگوار کرد. اما هفته روان رهبر عالی ایران آیت الله خامنه‌ای همه گونه مذاکرات با ایالات متحده را از احتمال دور دانست.